مثلا از چت جی پی تی بپرسید که تیم ملی افغانستان چجوریه، اولین صحبت چیه که میگه اینا آدمای بسیار شجاعی هستند. و من خیلی خوشحالم که همچین لقبی به تیم ما داده شده. خوش داری به عنوان یک مربی تیمتان اول باشه ولی محبوب نباشه، دوم باشه ولی محبوب باشه بین مردم؟ یه سوال خیلی جالبه و یه چالشه برای خیلی از بازیکن‌ها و مربی‌ها. من خودم به شخصی که دوم باشم ولی احترام بذارم به اون مردم و اون جایگاه و شخصیت یک کشور برام خیلی ارزشمنده. و کلانترین کسبتان وقتی که مسابقه میدی چی است؟ باخت. اگه خودتان میتونستین یک نام برای خودتان انتخاب کنیم چی بود؟ مجید. اگه مربی فوتسال نمیشده و انتخاب‌های دیگر داشتید چه نوع ورزش انتخاب می‌کردید؟ والیبال دوست داشتم. به جای ورزش یک هنرمند بوده فکر می‌کنید در کدام بخش هنری فعالیت می‌کردید؟ به شما عرض شود که خیلی موسیقی رو دوست دارم. یک از شخصیت‌هایی که در وجود خود شما هست و شما را آزار می‌ده و میتونسته قابلیت از این وجود داشت که در خودتان شخصیت حذف کنید، چه شخصیتی؟ سوال جالبیه. شاید من خودم هنوز بهش فکر نکردم. من بچه‌ها میدونن سالی یکی دو بار واقعا از کوره در میرم خیلی بد. یعنی عصبانی میشه درست است؟ مثلا همین هفته پیش سر یکی از بچه‌ها داد زدم ولی چون میخوام خودم اصلاح کنم روز بعدش اومدم جلو همه ازش عذرخواهی کردم. چه عاملی باعث شد که این موفقیت بزرگ در تیم ملی فوتسال افغانستان رقم بخوره؟ به نظر من خیلی مهم بود. شاید یکی از عوامل بسیار مهمش نزدیکی دو کشور ایران و افغانستان بود.